سلام علیکم به همه بانوان عزیز. انشاءالله که در هر کجای هستین خوب و تنسیت باشید. خوش آمدید به کانال من. انشاءالله که امیدوار هستم که ویدیوی من در شما معقول می شود. امروز برای صبحانه یک املت تیار کردم. املت آسانک تیز تیاره، خیلی آسانک برای وقتی که وقت نداریم، مثلا کودک معده دار یا که یگان کار مشغوله. هم خیلی خلاصه تخم لط زدم، هم خیلی بعد روغن ریختم، تمد انداختم. میشود که با پمیدارم کرده میشد. پمیدار من راستی با پوست قطعی که معقول میشه پوستشان هم میاندازم. اگر که با پمیدار کردنی باشم پوستشان هم میاندازم. همون چی را میاندازم پوستش میگیرم میاندازم، میمونم چی میشود خوش رو یک 5 minut هم خیلی علوش پس میکنم، همون حرارت پس میکنم، خوش رو ملایم میشود پمیدار. بعد مثلا تخم میپرتم. باز باشد بر تمت قطعی کردم آسان ترک میشود. همجا خلاصه تمت انداختم، میکوم که هم خیلی کلا کلا نشود. بعد تخم پرتفته هم خیلی خلاصه یه املت تیار کردم. هزت في الله لم تهزم ولم تهمي هزت في الله لم تهزم ولم تهمي حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن آجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هزت في الله لم تهزم ولم تهمي هزت في الله لم تهزم خیلی خلاصه همین خیلی انشالله تیار کنین و نوشی جان اشتهای تمام. خلاصه من ابد یگان چی تیار نکردم برای که داشتیم آش کدبدم ایشب بسیار کدبدم مانده همون از اون خاطری که هوا خونه که بعد ده هفته شوهرم کارده هستن. همین روزای شنبه یک شنبه که خانه هستن بعد یکان روزش هم خیلی بیرون رفته برای سفیره برده کمتر زیقش پره گفتیم هم خیلی چی رفتیم یا مگزین در رفتیم یا مگزین کلان با اون دوی ایتاژ چی داشته جای بازی داشته اینجا یکم ایتاژ خلاصه همی خیلی دیگه جای سیانکا کردم کمتر. مولاي صل وسلم دائما
خلاصه بعد همی در دیم اتاجش در یک جا چیزای دیدست که من هم خیلی دوست میدارم که همی یگان جا بینم اگر سرازو باید درومدم چرا بینم که چی گپای چی دارم خیلی دوست میدارم شوق دارم در توی کودکی. خلاصه همی خیلی کتاب چاکو همی خیلی گفتم که انشالله برای صفحه کنم ترک شود انمی کتاب چاکو میگیرم شد نصیب باشه. همی خیلی بازی چاکو همی خیلی چیزا بتگم اینجا جای انتریو لباس و پتینکا و همی خیلی همه چی داشته. والفريقين من أرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعد ایون دیگه جای بازی در اومدیم اینجا در خیلی جای خوشرو هم خیلی یک عالم بازی کرد صفیه اینجا در یک ساعتش 500 روبل بود بعد از یک ساعت بسیارتر 700 روبل. ما برای که دیرتر آمده بودیم صفیه دیرتر خسته بود برای همون 500 روبلش گرفتیم که با گشت شب نشته خونه بریم هوا خونه که بعد میشه شب برای همون با گشت خونه میریم یک ساعتش گرفتیم خیلی بازی کردم یک ساعتش هم ده خیلی شوق شمالم خیلی فورستش هم جاده بازی کرده گشت جای خوش رو بوده همه چیار من دیدم همه چیار بودن ازبکستان بودن قزاقستان هم خیلی دیدم که هم جاده اومده بودن همه بازی میکردم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي باز میبرم چند خواهی که اجازه دارم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين راستی نمیدونم شاید که یکم بوده که خیلی شوق دارم میفرم همین راه برای گشتگیش همه ویدیو کنم همه خیلی خواسته همه خیلی ویدیو کردم تلفنم پر شده ویدیو را خیلی بازی کرد خیلی چی کرد زیقیاش برامدم نمیدونم همه خیلی باشن که فقط من خیلی رنگی ندیده و برین همه خیلی گفته چیو که کم کودک گفتم که چی میکنم یا که همه کودک دادم هم خیلی میشود من خیلی خلاصه تو خیلی ویدیو هم خیلی بازی کردم خیلی یک عالم ویدیوش کردم نیم دیگهش نموندم دیگه بسیار داشته بود. دخترکای عزیز دوستان اپا و خوارا انشالله که هر کجای هستین خوب و تنسیت و خانواد باشین کانال مرا دستگیری کنین انشالله که ویدیوی بهتری میشد از این پس از پخت و پز از حیاتی ما در همین غریبی لایک کنین پاکیزه کنین فکرهای خوبتون در تگ ویدیو نویسین انشالله که من همش میخونم همش در جواب میتیم رحمت کلام برای نگاهاتون خدایا رو نگهدارید یک و یک شما وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن آجام مولاي صل وسلم دائما على في الله لم تزم ولم تهمي هزت في الله لم تزم ولم تهمي حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين بس محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن آجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هزت في الله لم تزم ولم تهمي هزت في الله لم تزم ولم تهمي حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وعم جوما Chắc là không để cho phạt con nữa. مولاي صل